امروز میخوام چند تا لباسه پددار رو بهتون بگم و اینکه چقدر مهمه پوشیدنش. یه سری زین دوچرخه رو پهن میکنن که این کار اشتباهیه، چون استحکاک شما رو موقع رکابزنی بیشتر میکنه، ولی باید لباس مخصوصش رو بپوشیم. ما تو دوچرخ سواری لباس پددار میپوشیم که حالا چرا انقدر پوشیدنش اهمیت داره. بیاین جلو، نگاه کنین، اینا داخلش پد داره. همین باعث میشه که در طولانی مدت شما اذیت نشین روی زین و در واقع هم به تعریقتون کمک میکنه و همین که در طولانی مدت اذیت نمیشین. حواستون به چند تا نکته باید باشه. 1. حتما 2 بنده تهیه کنین، چون همین 2 بنده که به بالای بدنتون وصل میشه باعث میشه این پد جای درستی باشه و پایین نیاد. مثلا این یه نمونه مردونشه. ببینید این الان یه نمونه لباس زنونه است. فرم پدش فرق داره به خاطر اینکه لگن خانوم ها با آقایون متفاوته. پس حتما حواستون باشه اگر خانومی لباس با پد در واقع زنونه تهیه کنیم. این هم یه نمونه لباس دیگه است که در واقع زیر هر لباسی میتونیم بپوشیم. دیگه 2 بنده یا شلوار نیست. روی این میتونید دیگه یه شلوار معمولی بپوشید. موقع پوشیدن و پرو کردنش به چند تا موضوع باید دقت کنیم. بریم بپوشیم که بهتون نشون بدم. ببینید نکته که خیلی مهمه، پد لباس باید بالا وایسته. اگر این قسمت پد بیاد پایین یعنی اینکه سایز شما نیست. جلوی لباس هم به همین صورت. ببینید این لباس الان سایز نیست، چقدر پد پایینه. جلوی لباس هم همینطور نگاه کنین. این باعث میشه که کارشو انجام نده و این لباس عملا سایز شما نیست. پس حواستون باشه. لباس ها برندها و سایزهای مختلفی داره، مخصوصا با قیمت‌های مختلف. فقط نکته‌ای که بهتون گفتم و حواستون باشه اینکه سایز خودتون بخرین و حتما هم کیفیت خوب بخرین. و نکته آخر که خیلی مهمه، زیر این لباس‌ها لباس زیر نباید داشته باشین که پد بتونه با وای برقا رفت. آخرش برقامون رفت دیگه متاسفانه. حتما حواستون باشه که زیرش لباس زیر نداشته باشین. و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که بعد از 1 یا 2 تا تمرین حتما بشورونش، چون باعث میشه که کثیفی یا باکتری داخلش بمونه و همین باعث آلودگی میشه که خدای نکرده شاید آسیب بزنه به شما. مرسی که تا اینجا همراه بودین.